چنین چاره‌بینی ادانه در سود حربی گارنیزون خوجند با اشتراک خدمتچیان این ساختار نظامی دایر گردیده. از ضمن سخنرانی رئیس سود حربی گارنیزون خوجند اظهار داشت که توسط وحدت ملی یکدلی و یکبرامی ساکنان کشور امروز تاجیکستان در همه سمت‌های اقتصادی و اجتماعی به دستاوردهای نظررس نائل گردیده. مردم چون نیروی بزرگ سازنده با جانبداری از سیاست صلح آفرینی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در رشد و نمو کشور عزم و تلاش دارند. ما در عرفه تجلیل 28مین سالگرد جشن وحدت ملی قرار داریم. وحدت این استواری، صلح و ثبات نشان از دولت و دولتداری بر عملی نمودن آرزو و آرمان‌های ملت تاجیک به شمار می رود. و همگان معلوم است که هر یک رویداد و واقعه‌های تاریخی که در این آن دور زمان به میان می آیند به زحمت، به تلاش، به عزم پاداش، به جانیساری به میان نمی آیند. خوشبختانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان توانستند که این ملتی به پارچه‌ها تقسیم گردیده را سرجم نمایند، بر جمهوری تاجیکستان صلح و آرامش را به میان بیارند، این نعمت بی‌بها را برای مردم جمهوری تاجیکستان تقدیم نمایند. امروز مردم تاجیک شهد وحدت ملی را، شهد صلح و ثبات را، شهد پیشروی را در دوران 28 سالی حیات فعالیت خویش چشیده ایستادند. از ضمن قید گردید که تنها وحدت و یگانگی و یکدلی و یکبرامی خلق تاجیک بود که با سربری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به خاطر پراکندگی دولت و ملت خاتمه گذاشته شده. تاجیکستان چون عضو کامل حقوق جامعه جهانی شناخته شد. هنگامی که سخن درباره وحدت می رود، به سر هر یک فرد خودآگاه سوالی به میان می آید که وحدت چیست؟ وحدت این یگانگی، یکدلی، اتحاد، صلح، تحکیم دهنده و تشکل دهنده دولت و دولتداری است. ما جوانان باید کوشش به خرج دهیم برای که باز هم دولت خود را در عرصه بین المللی معرفی نماییم و باشد که سهم خود را در آینده در آبادی کشور بگذاریم. در مجموع امروزها در همه تشکیلات و مؤسسه ها چاره‌بینی ها بخشیده به 28مین سالگرد وحدت ملی دایر گشته شدند و این خود گواه نظر به تاریخ و ارزش‌گذاری به قهرمانی‌های فرزندان برومند خلق تاجیک است.